نمی‌کنید که این ابتدای از هم پوشیدن حزب باشد. نه این ابتداش این نقطه‌اش بود. چون که ما نخواستیم که در همین انجمن روی کار بریم. این مثلا پرزیدنت کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکستان هنوز 27 سپتامبر روی مثلا قرار قبول کرد. چون که این اصلا بگیریم اگر در صفحه حزب نبود. هنوز از دوره وکیلی بودنش پلتفرم پارتی را اجرا نمیکرد، برخلاف پلتفرم پارتی کار میکرد و در دوام از سال قریب 5 سال اخیر عموما در حزب یگون فعالیت نداشت. لیکن شاید که اینم عیب خودش نمیاد که کدام بوده میرد با همین راه بود که آوردن گروه بوزه تشکیل کرده و خواست که با همین رو در همین صفحه حزب جدای اندازی انجام. از همین نقطه نظر پیشکی ما تاکید کردیم که این کارو نکن، لیکن متاسفانه شما شاهد بودین که در انجمن همین مسئله را برداشت. انجمن اگر به این مسئله چی نمیکرد، همین مسئله نمیدید، اگر این با این کار باز دوام میکرد. برای ما انیق مسئله موندیم که دیگه این در صفحه پارتی بوده نمیتونه. چون که نفری که از حزب ارگان عالی حزب است برآمده ترک میکنند، میرود دیگر رو تشویق میکند، این با اعضای حزب بودن یگون دیگر مناسبتی نداره. یعنی خارج شدنش از حزب تصدیق شد. این پرا تصدیق شد. گرچه ما نمیخواستیم که در سطح انجمن بکنیم، ما میخواستیم که در سطح کمیته حزبی ولایت، در سطح پرزیدنت، در سطح کمیسیون تفتیشاتی نظارتی این مسئله را بررسی کنیم، لیکن متاسفانه این نشد. و قسمت دیگری که ما بسیار خواستیم وقتی که در مینویسد که من کارمند تشکیلات بین المللی هستم، باید رهبر حزب بدونه که کدام تشکیلات بین المللی است. باید دونستن را، لیکن متاسفانه توی بخواهید نمیگوید که در کدام تشکیلات بین المللی کار میکنید. شما چی فکر میکنید سبب همین اختلاف انگیزیش چی باشد؟ سبب مخالف بودنش؟ سبب این ریشه‌های خیلی زیاد دارد. در تمام سابق اتحاد شوروی این سبب دارد که یکی از راه‌های پراکنده کردن حزب جدای انداختن حزب من همین با همین رو در داخل و در آمدن است. باز قوای افراطگرایی، قوای ارتجاعی اینا حاضر مبارزهشون رو دیگر کردند. از روی مشاهده ها اونها به هر واسطه میخوان که به صفهای حزب داخل شوند. نه تنها حزب کمونیست، میتونن که به صف حزبای نهضت اسلام درآیند، دموکراتی درآیند، دیگر حزبایی که به واسطه همون در اومده همون هدفهای خودشون رو که برای آرامی و وحدت رو خللدار میسازد، اونم هدفشون عملی کنند. از همین نقطه نظر برای حزب کمونیست اساسی مقصد اساسی این تازگی صفحه است. پراکنده لشکر نباید به کار 200 مرد جنگی به از صد. درباره همین 14 نامزدی که امروز پیشنهاد شدن چی فکر داره؟ شخصیت‌های بهترین در صف حزب صادق بودن پیشنهاد شدن. اینها متخصصان جبهه‌های گوناگون حیات امروزی تاجیکستان هستند. اونها در برقرار کردن و در رشد اقتصادیات، رشد معنویات فرهنگ تاجیکستان سهمگذارند. در اینجا کارمندان ساحه علم، اکادمی علم ها، کارمندان ساحه انرژتیکا، کارمندان ساحه مکتب و معارف و تمام نمایندگی ساحه خواجگی خلق تاجیکستان رو معرفی میکنند. تشکر استاد. تشکر از شما برای توجهتان.